بالا پایینش با هم جور در نمیومدم. بالا خانم پایینا. یه دست و پای آقا داماد تایپت نبودن. آخه حاج خانم، آخه من به تو چی بگم حاج خانم؟ بگی مامان مامان بازه تو خجالت الان باید به بکش. جای بادکنک صورتی به فکر سبزی آش باشی واسه چهارشنبه سوری آش رشته. جمع کنید این مسخره بازیاتون رو. اون ما چند سال پیش این آقای خیابانی چرت و پرت میگفت، الان اون بچه امروز فوتبال دیدی دو تا دستمال گرفته و دستش داشت تمیز میکرد. البته ببین اینجوری داشت تمیز میکرد. چطورید بچه‌ها؟ حالتون چطوره؟ قربونتون بشم، قربون اون چشای درشت داریاییتون بشم. من خوش اومدید بچه‌ها، خوش اومدید به کانال خودتون، کانال مانی منگول. قربونتون بشم من. بله قوقل جان اینجا هستن. ایشون تا همین الان داشتن مدیتیشن میکردن، قام میکردن در این چینش 7 سیاره. اون برداشت رو مخ من میرفت، الان از اون بعد جمع کرده کاسه پوزشو اومده این ور که قشنگ یه دورم اینجا بره رو اعصاب من. خوبه قوقل؟ میدایی جلو اونجوری میداری آبیری من جلو بچه هم یه درود به بچه های گل. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ خدا روشه خدا روشه. خوش اومدی به دیدی امیرمانی منگیلیا. خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. چه خبرته؟ چته؟ بشین. نشیستم. قوقل جان به تو گفتن این فرکانس رو ببر بالا، نه که پردای گلوتو بکشی بالا. من همه چیم این با هم اعصابمون ما از تو دیک پیدا نکرد، تو جوب پیدا نکردیم. همه چیم با هم کشیدم بالا. ریلکس آروم، چیزی ریلکس نشده که دیگه. 7 سیاره کنار هم نشستن. اتفاقی نیفتاده که داد میزن. اینجا کنارم با بچه ها. بچه سری بعد من بعد قربونتون برم من بچه های گل عشقای ماه آسمان سرزمین من. کانال رو لطفا ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، متشکرم. یه کامنت خوشگلم برای من و قوقل جان بسید تا منم خوشحال بشم، از من حمایت میشه. دستتون در نکنه. عشقای آسمان ماه آسمان سرزمین. قوقل جان دستتو چکنی بابا قطع نکن دیده. چه اینجوری میکنی؟ دستتو میزه شکوندی، دوربینمونو شکوندی. دستت خوبه؟ انگیشم استفاده انگیشم در رفت. آماده ای قوقل؟ بچه بیای همه با هم دست بلوب جینگ. بیا نزد بیا اینجوری بکن نزد بیا هم تو میکنی بسته گل کنی. آفرین شاقی بچه من گیری شادی حق مسلم ماست. بچه نه شما اینجوری میرین تفریح؟ بله ما هممون اینجا این عشقای دل زدن که مهمترین آپشن مازندرانیان اینه، ولی آپشن همه مردمان سرزمین ما همینه بچه ها. کردای عزیزمون، ترکای عزیزمون، همه شهرهای ما اینجوری میزگای خاص دارن میرن گردش، همه رقص و شادی داریم میزنیم، جوج میزنیم و جوجو اینا میریم دیگه. بس قوقل چجوری تو الان تو برنامه بتونم من کنترل بزنم؟ دگمه نه قربونت برم دگمه چه؟ بچه این رو ماشینش حساس، این ماشینشه من اینجوری کنم این خواب چجوری نگاه میکنه لفی میرم. خب ببخشید دیگه دست نمیزن. خب این از رقص و شادیمون. آخ بچه خوشگل به این کارا نمیخوری که میای منو تهدید میکنی. روبرون نمیتونی وایسی بعد به منو تهدید میکنی. اخبارم پریدی. اینجور من نگاه نکنم. من لاتم خیلی هم لاتم.
خب باشه معلومه. باشه وای. عزیز لعنت من، شما واسه هر کی لاتی واسه بچهای سرزمین من شکلاتی. ببخشید قربون. چیزش آخه با این قیافت به لاتی میخوره داداش من. جون به جون مخوره. اصلا از پشت صفای گوشی قوقو جان برای این بوسو ارسال میکنن. تو یه سر به دایره، به قول اون پسره، به دایره کتت بزن. میدونی؟ بزن و برو. نذار که من به عنوان نظر مردن بیبی. اوه اما دیدیم شیرتتو دیدیم بابا. اوه بیگیدیهاشو زیبا نگاه. هستم. زبان زد خاص و عامه، منتها خاص و عامه ته چهچه فاضلاب. خیلی زیبایین. بنام این یه مدل دیگه قوقو جان، این برای خودش یه نوع سبکه. وطنیامون چی کار؟ الان داداش راجع به استایل موهات بهمون توضیح میدی؟ بله. خب این تر که من زدم این شعله آتشی بهش میگن سبک تیریبال و اینم بهش میگن سبک پانکی. یه دونه دیگه دراگون استایل. سبک تیریبال بهش میگن. سبک تانکینی آتشین. داداش این سبک شیخیه. ولی بچه ها یه چیزی بگم بهتون، این خیلی هنرمند بوده که موهای ایشونه اینجوری کردن. قوقو جان یه شخص هنرمند، حالا درسته یه ذره تابلو و زاغارته ولی خیلی هنر میخواد. حالا صادقانه بگیم دیگه خیلی زحمت داره بچه. پانکی نگاه. چقدر از این استایل من داداش همون جلو تو بگی نیمروخ وایسا خدا همین شاهده. نیمروخ وایسی ما خوش میبینیم. همین نیمروخت فول. آفرین خیلی عالی زده برات. ایشالله که با موهات بری دست به دست هم خوشبخت. داداش پیش دیده به هیچ کی نکن. آره اصلا هم نیمروخ را برو کلا. آفرین خیلی هم عالی بودی. خدایا. اوه ریوینیای خارجیه. بچه های این قوقو جان چون همهش میگن ما کشورمون خلخیزه، قوقو جان گفتش که نه ما قلای جهانی داریم منتها تو اکسپلور موهن من نمیدونم میان فرو میشن. بعدم اینکه دیگه واقعا دیگه میان دیگه، ما این قوقل اینا رو گذاشتی که ثابت کنه که ما در عرصه خلخیزی تنها نیستیم. خیلی من ممنونم ازت قوقو جان که به ما آگاهی رسانی می‌کنی. اصلا همش آگاهی رسانیه بچه. یه دونه دیگه من آگاهی رسانی بهتون نشون آگاهی. داداش قوقو ما دیدیم. دیدی؟ توضیح داری میدی؟ ما این مرض رو دیدیم دیگه. از اونجایی که همه دنیا بانوانشون از باسم میان، آقایون هم دیگه دارن. من گی هستم و با افتخار میگم حالا امکانش نبود با افتخار نگی؟ پروفسور مغز و اعصابی، مدرسه ساختی، بزرگترین خیر ایرانی. والا من که کشکک زانوم چسبید به نیمکره کمرم. قوقو جان ایشونو نمیدونم. این داداشم جواب اینو داد دیگه، من چی بگم واقعا. مرسی متشکرم. چند ساله؟ قیمت بگم بذار. قوقو شاید حالا پولی نیست، شاید واسه خودش عشقی میره. به تو چه قوقو؟ چرا دخالت میکنی تو من مدیتیشن اومدی قوقو؟ معذرت میخوام. میگینی بی؟ دیگه من نمیدونم دیگه، نرفتم توی معذرت. الان جیش کردی؟ قابلیت خود آقایونه. چه ربطی داره؟ من میگم سر بگو آره یا نه. خاک سرت نمیدی آخه دختره نکبت کف طویله. آخه بی خاصیت کف مرغدونی. آخه تو به تو چه ربطی داره که ایستاده؟ آخه تو رو چه به این حرفا، تو رو چه به این چیزا؟ فکر کردی خیلی کولی؟ والا اون پسره که گفت من لاتم 1000 تا سر و گردن از تویی که ادعات میشه بالاتر بود از نگاه ما مردم. آخه تو چی میگی آخه؟ آشغالونی. بذار ببینیم چی میگه. خوب آره یا نه؟ کنسلی برو بیرون. الان فقط مشکل شاشیدن من بود. تو در چی هستی دختر مردم رو کنسل کن؟ البته قوقو جان اون دختر حقشه که کنسل میشه. تو اصلا تو کی هستی دختر مردم رو سر سرپا و نشسته همینجور شوخی شوخی ریدن تو همه چی؟ ببخشید نه دادی از هم آدم جلوت دیربین ندید دختر همشون هم چه عینک زدن نشستن انگار مثلا نشسته جایزه گرمی بگیره. آشغالونی. با پاشید خودتون رو جمع کنید. خدا لعنت این وضعیت از همه جای این دنیا دارن میششن رو ما، تو شما نشستین لینگتون رو کش کردی دارین سرپا شاشیدن رو کنسل میکنی. آخه گوزو، آخه نکبت.
چی؟ مرسی متشکرم. خواهش میکنم. اینو راست گفت خدای خوب. بیا بیا فرش عید داره میشونه. سراغ دیگه دیدی قوقور؟ بخچهشو کرده به به تو چه قوقور؟ خب برای چه؟ چی میدیدی فرش میدیدی؟ دوست داره. آفرین بشور بشور ایشالله سال دیگه با یه تراوت دیگه فرش بشوری باری. میخوایم اول پیوز میخوره بعد نگاه ویشی آی خواهی تو سرت ویشی کی مرغ کنتاکی رو با پیاز میخوره آخه؟ نه میدلی خدایا تو این چینش سیاه بچه نمیشه با آقای ماسک که داره مریخو میسازه بگیم اون گوشه رو بده به ما؟ پاشیم جمع کنیم دست همو بگیریم با هم بریم مریخ. آقای ماسک میشه؟ قول بریم اونجا بچه بریم اونجا بشینیم خوب نی؟ ما نمیبره. چرا نمیبره؟ بریم اون گوشه تو اون بیابوناش میشینیم ها؟ یا آتیش جمع میکنیم دور هم میشینیم. بده بچه ها نمیشه قوقو جا. بعد آروم آروم زور تپونی هم میریم میگیم آقا ما اومدیم اینجا یا آتیش با ما چیکار داریم میشینیم آقای ماسک کم پشت آجر ماجر میندازیم زور تپونی میسازیم دیگه. چقدر خوب میشه. آره دیگه اونجا با فضای مزایی ها دمخور میشیم. بله نه من همین الان میرم. من یه دیست دختر میریخی میخوام یه داده گیشی اینجوری سیغنگی که دیگه کرده نداشت مال کارتون هست. حالا شاید اونجا هم باشه این هم دوست دخترش انتخاب کرد ولی میریم اونجا راحت میشه دیگه. این کنسلیا و این آتشقالا و این پیازه و اینا رو نمیشه اینا رو برنگینی؟ نه دیگه اینا میرن اونجا رو میرینن. بذار ما بریم اونجا جا بگیریم. نهایت میشینیم یه گوشه بچه یه زور تپونی میسازیم. ما هم که زرنگیم ما ایرانی ها زرنگیم میریم توش دیگه میریم تو کارش. حالا خلاصه بچه بشینیم فکر کنیم وسط این رویا پردازیتون به این فکر کنیم هممون با هم پاشدیم رفتیم میری بیا چی میری؟ میری خاطرات مریخ غرق شدم. داریم میریم میریخ بچه ها جونم کانال ساب کنید قربونتون برم. یه دونه لایک خوشگلم برای من لطفا قربونتون برم بزنید. کامنت هم برای من لطفا بذارید که من بیشتر باهاتون آشنا بشم. تا زدم یو من بهت زل تو چشمای خوشگل تو یعنی واقعا من نمیدونم این آهنگ به این قیافه به این رعنایی رو من نگاه کنم. میشه ما رو اونجوری نیم رخ نگاه نکنی؟ میشه دوربین رخت بذاری؟ خیلی نجیم میشی. خیلی اصلا عجیب ما رو نگاه میکنی. خدا شاهده من یه لحظه فکر کردم توی این روستای اجنه یه لحظه اومدم پایین اون چیزشون دربونه چیزشونی دلک همومشون از توی چیز جنه اومده داره من نگاه میکنه. بچه من این احساس بهم دست یعنی وسط اون موزیک یه لحظه نگاش کردم پرچم ریخت. اگه مثلا شما خونه نباشین خانومتون یه دفعه بره بیرون بدون اجازه شما ناراحت میشین؟ نفسشو قطع می‌کنی. این آقا اصلا تایپ من نبود. الان شما مجردین درسته؟ 14 سال فوت کردم بله. خدا رحمتش کنه. 14 سال با کسی نبودین؟ 8 سیغه‌ای داشتم. بگی میشه مرد میزن باشه. من 14 سال پیشم اون بنده خدا دستتو دق کرده مرداج آقا. واقعا تو 8 سیغه‌ای هم فکر کنم الان زیر خاکن اومدی اینجا. تو با این وضعیتی که داری رفتار میکنی من این همچین حاج خانم تایپت نبودن. آخه حاج خانم آخه من به تو چی بگم حاج خانم بگی مامان بازه تو الان باید به جای بادکنک صورتی به فکر سبزی آش باشی واسه چهارشنبه سوری آش رشته بپزی. بعد برای نواش بشینه قصه بگه. بابا قوقل اینا تقصیر ندارن. تقصیر اون وزیر ریش بوتوییه که این بنده خدا رو برداشته آورده اینا اینجا. اینا رو خب شاید حالا مشکل داره بچه به اینا واقعا نمیشه خورده گرفت. شاید این بنده خدا نیاز مالی دارن اینجوری خواستن دیده شن. اینجا بهشون پیل میدن. ولی اینجوری حاج خانم مامان بزرگ بابا بزرگ به خدا فش میخوری. اینجا با تئاتر اگه بازیگری با تئاتر فرق داره. اینجا میای فش میخوری روحت داغون میشه. تو این سن تحمل شنیدن این فوشا رو نداری. حالا خودت میدونی. من به عنوان نوه شما بهتون میگم نکنید این کارا رو. راه دیگه ای هم واسه دیده شدن هست. خدا شاهده یه پیج بذارید بشینید از خاطرات قدیمتون صحبت کنید بیشتر طرفدار جمع میکنه. همه بهتون عشق میدن.
تا اینکه این همه، کارا رو همه. بکنی تو این سن بگی تایپ من هستی. نزدی ای بابا فرهنگ همه فرد کارا رو کردین تو علفی. برنامه‌های دیت بیچاره‌های نمه زحمت کشیدن کانال ساختن و رولان شب صادقی همشون به خاطر چرت و پرت شما و شمایی که خواستین راه 100 ساله رو یه شبه بری زدین اون بیچاره رو هم داغون کردین. شب عیده به جای که میری محتوا کرد. تولید کنن بزنن تو کانالشون نمیتونن تو کانالشون فیلم آپلود کنن به خاطر شما آشغالونیا که برنامه‌های چرت و پرت ساختی. والا خوخو جان زحمت داره یوتیوب. خیلی نه این بالا پایینش با هم جور در نمیمده. بالا خانم پایین آقا. بیا. این چی وضعیه با این قیافه‌های- آقا این چی وضعیه؟ بچه‌ها چی خوخو جان میشه وضعیه؟ من راجع به این نظر ندارم. من آخه راجع به اون قیافه و اون خورتومه این چی بگم خوخو؟ چی میشه وضعیه؟ حالا خوخو میشه من چیزی نگم؟ نگو. بچه‌ها میشه؟ بیله. می‌رید میخوای من برید. بگم؟ نه لطفا. شما راجع به پسرای ایرانی چیه؟ پسر ایرانی کلا کنسله چون خیلی حولن تا ما یه استوری میزنم یه جان بیرون باشه دایرکت ما سوراخ میکنه برای زشت. بعد شما عمل خاصی هم آخه کی سلیقه دایرکت چی؟ تو رو سوراخ میکنه آخه اون کسی که میاد دایرکت تو رو سوراخ میکنه مطمئنی پسرای سرزمین نه منن؟ خودش پسره میگه پسره ایرانی که نه مطمئنی چی دایرکت با تو- کارت ملی اومده توی چیز دایرکتت به قول اون دوستمون که تو مطمئنی پسرا چی بیدن. همون تا کجا میدونی؟ من سر تا پام عمله نمیبینی اندازه لند ماجه خودم لند یعنی چی لند فرو؟ بله. بعد پسر در ما چقدر با خرج شما بکنه؟ من هزینه هم زیاده ما 1 2 میلیون عزیزم میلیارد 2 میلیارد بله عزیزم هزینه هم خیلی زیاده ماشاءالله خرج مردی که فاضلاب دونی تو فکر کردی حالا یه موتور رفتی ماهگونی کردی روی زدی دوتا جراحی کردی شدی دختر؟ آخه گوزو آخه بی خاصیت بعد تو پسر همجنسه خودتو کنسل میکنی؟ بعد تو میگی یه لند هزینه تو باسنت همین لند کینه میدونی با سرعت آخه بعد یکی 2 تومن خرجته تو نهایت تو کل زندگی از بعد به تولد تا به این سن رسیدی 100 میلیون هم ننه بابا خودت غذا تغذیه حالا بیشتر 500 میلیون خرج شده تا به اینجا رسیدی بعد میگی 2 میلیارد ماه خزینه نظری عملیه عملی نهایت خرج مواد مخدر بشه آفرین. برات میدونی اونم بری مفتی این ور بشینی بکشی اینجوری چیز بشی تو آوار ما رو بشی کنسل میکنی تو اصلا سردابت کنسلت حقوق جان. لاغر میلنگ میردنی نه شما پسر رو کنسل نکرد اونایی که تو دایرکتش بودن کنسل کل پسرهای خواهی بیرو برای ایرانی خودش کنسله. میگه میدونی چون از پسرهای ما خیلی ندیده چون خودش یه زمانی تو اون گروه بوده پسر رو ریدن بهش اینو آدم حساب نکردن دیگه تغییر داده اومده تو دختر داره میشه دورشونا به اون وریا میدونی اومده دختران میرینم به آره وسط حرکت میکنه داره به دو طرف گیره. پوشش میده آشغالونی دفعه خط باشه راجع دختر پسر ما اینجوری حرف نگیستی بد بزنی میکنی بی خاصیت نکبت 6 سالشه، هم خونه داره، هم ماشین داره، هم یه کلفت در اختیار. تو چی اول داری؟ بگو تو چی داری مغز داری حالا دیگه اون همه چی داره براش کردی حالا چرا داری با ما به اشتراک میذاری چرا داری به ما میگی دیگه حالا آپوت داره دیگه نوش جون تو اونو جد آبادت به ما چه توی اوضاع ما چی داریم ما مثل تو عقده‌ای نیستیم بیایم بشینیم جلو دوربینت داشته‌هامون بگیم ما مثل تو کمبود نداریم آفرین میدونی کسی که داره نمیاد از داشتهاش بگه آخه آشغالونی آخه خاک تو سر چی فکر کردی ما اینو تو میگیم اینو داریم اونو داریم آناناس که بشین شبیه تو بابا باشه گم شو بابا اون سگ بیچاره رو هم اصلا سگ چی گناهی کرده تو مالکی دوست داری مهریتون چند تا سکه باشه هم وزن خودم 1381 شاخه گله روز یه دست و پای آقا دام قدری باشه که وقتی خواست بره بتونم دهنشو سرویس کنم. چقدر مثلا یه داماد آقا داماد اون انگار مشنگ بیه میخوای قلبشو بده دست و پا حتما دست راست و پای چپ باشه جمع کنید این مسخره بازیتون رو اون ما چند سال پیش این آقای خیابانی چرت و پرت میگفت الان اون خیابان چه امروز فوتبال دیدی دو تا دستمال گرفته و دستش داشت تمیز میکرد
البته ببر اینجوری داشت تمیز میکرد. همون اون لول آوردن دیگه کردن تو گوخوریای وسط خیابون. آفرین. میکروفون میگیرن جلو دهنشون. اینا فکر کنن تو گرمی شرکت کردن. اینا فکر کنن توی مسابقات بین‌المللی الان اینا رو بردن اونجا بهشون جام زمرد بدن. با پاشید جمع کنید بابا کاسه کوزتون. نه میگه پسر والا رفت خیابانی یه رو پیلی باشه دهن پسر رو سرویس کنه. بابا پاشید. بابا پسر نمیخوادش چرا میخواد دهنش آره سرویس پسر کنی؟ مردم هم نشسته که توی دهنش رو استغفرالله. آخه تو با این لنگای درازت بری دهن اونو سرویس کنی. بابا بابا پسره بچه تو چیزی چیزی که عوض نمی‌کنه. داره گله نداره. تو بخوای دهن اونم یه دهن تو رو سرویس. ریلا اونم یه جور دیگه تو رو تو میچزونه. اگه آدم باشی پسری بابا چرا برید با هم باید مثل بره؟ آدم زندگی کنید. زندگیتون رو بسازید دیگه. این مسخره بازیه چیه را میندازید؟ بچه جونم مرسی که قربونتون برم منو قوقل جان به تماشا بله. نشستید. اگه تا این لحظه با من و قوقل جان را بودید شما با من و آقا قوقل گوگلی مدیتیشنی هم فرکانسی قربونت برم. بچه کانال رو ساب کنید لطفا که همدیگر گم نکنیم. از من حمایت بشه. من سپاسگزارتونم. ویدیو رو لایک کنید که بیشتر دیده بشه. یه کامنت خوشگلم اگه میشه برای من بذارید که من بیشتر بشناسمتون. نظراتتون رو برام کامنت کنید. با بچه‌ها خداحافظی کن پسر. بچه جونم خیلی دوستتونم. خیلی زیاد. زیاد دوستتون دارم. منم همینطور. بچه‌ها در آغوش ایزد نور باشید. مراقب قلبتون باشید. مراقب چشاتون باشید. مراقب نگاهتون باشید. مراقب همدیگه هم باشید. تا یه روز دیگه که مهمون خونه هاتون بشیم من و قوقو جان. خدا نگهدار. بای 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 بای. بای بای. دوستتون دارم. منم همینطور. لایک یادتون نره. نه نمی‌دونم.